چقدر بد که عادت ماها رو از چشم همدیگه بندازه. میگفت یه دوستی به دوستش گفتش که خیلی این اواخر با یه دختری میدیدمت سینما پارک اینا همه میرفتین و اینا. گفت خیلی هم چیک تو چیک بودیم با همون، خیلی هم معلوم بود که عاقبت خوبی داره و اینا. چی شد؟ به هم زدین؟ گفت چطور مگه؟ گفت من مدتی با هم نمیبینمتون. گفت ازدواج کردیم. چی شد؟ شد وظیفه؟ شد جزء ابزارالات زندگی؟ دیگه نمیشه باش بیرون قرار گذاشت؟ دیگه نمیشه شام رستوران دعوتش کرد؟ عشق باید نگهش داری، باید نگهش داری. بله وگرنه از براش بین باید میره. وقت بذاری واقعا. ما یه وقتایی انگار که یه چیزی رو به دست میاریم دیگه برامون عادی میشه، دیگه بله. نگه داشتنش انگار برامون مهم نیست، در صورتی که اون تلاشی که برای به دست آوردن هر چیزی که مهمتر از همه چیزها عشق انجام میدیم، اگر برای نگهداریش انجام بدیم خیلی قشنگتره.